با دستور پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان برای برطرف سازی عاقبت‌های زمین‌لرزه شب و صبح 23 مارس سال 2023 کمیسیون جمهوری تأسیس داده شد. این کمیسیون تحت رهبری سروزیر قاهی رسولزاده باید حجم خسارات زمین‌لرزه را معاین کند. درباره تأسیس کمیسیون جمهوری صبح 23 مارس یک نشر مخصوص برنامه اخبار تلویزیونی تاجیکستان خبر داد. به گفته ساکنان و بنا به عکس‌های نشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بر اثر آفت‌های طبیعی چندین منزل ساکنان در ناحیه کوهستان مشچوی ولایت سوخت خراب شده است، ولی بنا به خبرهای رسیده خوشبختانه این آفت طبیعی تلفات جانی نداشته است. تلویزیون تاجیکستان بعداً با نشر عکس‌ها خبر داد که سروزیر رسولزاده، رئیس ولایت سوخت، رجب‌بای احمدزاده و دیگر شخصان مسئول علیه به خاطر بازدید از مکان‌های ضرر دیده در ناحیه کوهستان مشچو قرار دارند. شب و صبح 23 مارس سال 2023 تاجیکستان را دو زمین‌لرزه شدید تکان داد. زمین‌لرزه اول شب 23 مارس ساعت 09:07 دقیقه به وقت تاجیکستان به عمل آمد. زلزله‌نگاران تاجیک میگویند مرکز این زمین‌لرزه شمال و غرب رشت و در 96 کیلومتری شهر خوجند در دهه پلداره که جماعت دیوت لنگر ناحیه کوهستان مشچو جایگیر شده، زمین در عمق 11 کیلومتر لرزیده است. به گفته این منابع قوه زمین‌لرزه در مرکز آن 56 بال، منطقه رشت 4-5 بال و در شهر دوشنبه 3-4 بال را تشکیل نمود. مرکزهای بین المللی زلزله‌نگاری شدت این زمین‌لرزه را 5.9 بال برآورد کردند. صبح 23 مارس ساعت 9:53 دقیقه به وقت محلی باز یک زمین‌لرزه به عمل آمد که قوه آن 4.8 بال را تشکیل داد. مرکز جنبش قشر زمین این دفعه نیز در 7 کیلومتری دهه پلداره که ناحیه کوهستان مشچو جایگیر شده بود. جنبش زمین را ساکنان در گوشه‌های گوناگون تاجیکستان از دوشنبه تا اصفهان و خوجند و همچنین در کشورهای همسایه از جمله در ازبکستان حس کردند. در ناحیه رشت باشد به گفته شاهدان زمین لرزه در تیره‌های خانه مردم را کشوده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده، هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود.